آخرین نفس حامیان حقوق انسان در تاجیکستان بوقی شد. فعالیت سازمان مرکزی مستقل عاید به حفظ حقوق انسان را قطع کردند. 69 حادثه طرمفرایی از جمله 44 حادثه در ولایت مختار کوهستان بدخشان طی یک شبانه روز. شکایت عبدالستار پیر محمدزاده روزنامه‌نگار تاجیک درباره شکنجه شدنش تصدیق نشده است. 760 نفر برای رعایت نکردن قانون درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم در تاجیکستان جریمه شده اند. فعالیت سازمان معارف مرکزی مستقل عاید به حفظ حقوق انسان که از حقوق شناسان و گروه ادوکات های ورزیده عبارت بود و در پرونده های پرسر و صدا از حقوق شهروندان رایگان حمایت میکرد، با پیشنهاد وزارت عدلیه تاجیکستان قطع شده است. و اطلاع وزارت عدلیه فعالیت این سازمان هفته پیش با حکم دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانی شهر دوشنبه قطع شده است. اسدالله حکیم زاده معاون وزیر عدلیه تاجیکستان روز 16 فوریه هنگام یک نشست خبری در این باره معلومات داده گفت مرکزی مستقل عاید به حفظ حقوق انسان برای سری وقت پیشنهاد نکردن آگاهینامه مالیوی و دیگر قانون شکنی ها منع شده است. رادیوی آزادی نوشت که به این رسانه شاعر دولت و رهبری اجرایی سازمان مرکزی مستقل عاید به حفظ حقوق انسان گفته است عین حال رسمیاتی برهمدهی رفته ایستاده است، بنابراین یگان شرح دادن نمیتوانند. او تاکید نمود که حکم دادگاه روز 26 ژانویه صادر شده است و حالا قوه قانونی نگرفته است. به قول او پس از گرفتن حلنامه سود طرفها حقوق دارند که در مدت یک ماه شکایت برند. اخیراً عبدالرحمن شریفوف وکیل مدافع مرکزی مستقل عاید به حفظ حقوق انسان از حمایه خبرنگار عبدالله غربتی که محکوم به زندان شده است دست کشید. مرکزی مستقل عاید به حفظ حقوق انسان سال 2010 تأسیس یافته در وزارت عدلیه تاجیکستان رسما ثبت نام شده بود. طی شبانه روز گذشته در قلمرو کشور 69 حادثه طرمفرایی از جمله 44 حادثه در ولایت مختار کوهستان بدخشان به قید گرفته شده است. در این باره کمیته حالتهای فوق‌العاده جمهوری خبر داده افزود که روز 16 فوریه در قلمرو ناحیه درواز، ونج، روشان، راشد قلعه، شغنان و اشکاشمی ولایت مختار کوهستان بدخشان طرمفر آمده. بر اثر آن حرکت نقلیات در قطعه های گوناگون راههای دوشنبه درواز خاروغ، روشان خاروغ اشکاشم، خاروغ مرغاب امکان ناپذیر گردید. گفته می شود 16 فوریه در شهرهای دوشنبه چناق 11 طرمه و در قلمرو ناحیه نورآباد، تاجیک‌آباد، سنگوار و لخش 4 حادثه طرمفرایی به قید گرفته شده است. به اطلاع منبع صبح امروز 17 فوریه راه ماشینگرد دوشنبه خوجند موقتا بسته شد. دفتر مطبوعاتی حکومت ولایت مختار کوهستان بدخشان خبر داد که بر اثر فرآمدن طرمه در دهه گاژکی ناحیه شغنانی ولایت مختار کوهستان بدخشان باز یک ساکن 16 ساله همین دهه به هلاکت رسیده است. با این شمار هلاک شدگان در لغزش طرمه ظرف روزهای اخیر به 17 نفر رسید. شمار نفرانی که جسدشان یافت نشده است تا به حال معلوم نیست. دادگاه عالی تاجیکستان میگوید شکایت عبدالستار پیر محمدزاده روزنامه‌نگار تاجیک درباره شکنجه تصدیق نشد. پیر محمدزاده قبلا در نامه گفته بود او را در اداره پلیس شهر وحدت زدند و کوفتند و به برق مانده و جانش را به لب آوردند تا به گناهی ناکرده اش اعتراف کند. صرف نظر از این دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانی روز 26 دکتر سال گذشته روزنامه‌نگار را به 7 سال زندان محکوم کرد. عبدالقهار تقاضاده دادرس دادگاه عالی 16 فوریه ضمن نشست خبری گفت عبدالستار پیر محمدزاده در وقت مرافعه از شکنجه شدنش شکایت کرده است. به گفته تقاضاده دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانی برای سنجش واقعی استفاده شدن شکنجه قرار قبول کرد که دادستانی شکایت عبدالستار پیر محمدزاده را بسنجد. دادرس دادگاه عالی افزود در جریان سنجش دادستانی شکایت پیر محمدزاده درباره شکنجه تصدیق خود را نیافت. دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانی روزنامه‌نگار را به عضویت در سازمان‌های ممنوع گناهکار دانست.
خودش ماه اکتبر در نامه از بازداشتگاه نوشت که از روز اول بازداشت زیر فشار روانی و شکنجه بود تا اتهام به قولش بافته و ساخته مقامات ملیسا را به دوش بگیرد. عبدالستار پیر محمدزاده 44 ساله صاحب 4 فرزند که طی ماه‌های آخر درباره مشکل اجتماعی مردم در یوتیوب صحبت میکرد روز 8 ایول امسال در زادگاهش شهر وحدت دستگیر شد. سال 2022 برای رعایت نکردن قانون کشور درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم در تاجیکستان 770 پرونده بررسی گردیده نسبت به 760 نفر قانون ویران کنندگان جزا در نمود پرداخت جریمه تطبیق شده است. در این باره ضمن نشست مطبوعاتی در سود عالی تاجیکستان اطلاع داده شد. در سال سپری شده از جانب سودهای جمهوری در مجموع 135985 عدد پرونده های شهروندی، عائلوی، جنایتی، حقوق ویرانکنی مأموری، درخواست‌های مقامات تفتیشی پیشکی، پیشنهادهای مؤسسه‌های اصلاحی و خدمات اجرا بررسی کرده شدند. در سال سپری گردیده در مجموع سودها 24631 تعیینات خصوصی برآوردند که این شماره نسبت به همین دوره حساباتی 1858 عدد زیاد می باشد.